عرض سلام خسته نباشید خدمت تمام دوستان عزیز. خودروی کویک با مراجعه کرده با این ایراد که اویل پمپش چراغش روشن میشه، چراغ روغنش روشن میشد. ما توی باز کردنش میگم بعضی موقع توجه کنید این اویل پمپ که رو این ماشین نصب کردن اویل پمپ پرایده، به خاطر این لبه روتور که روی میلنگ وای میسته، ولی اویل پمپ تیبا کویک ساینا روتورش لبه داره و خلاصی روتور از فشار این اویل پمپ از فشار این اویل پمپ بیشتره. حالا چجوری شده این ماشین رو بستن کار میکنه، یه خورده فقط توی پر کردن استکانا یا مثلا صبح اول صبح یه خورده توانش کمه، وگرنه یه دونه فقط دقت کنید این زائده روی روتور این زائده نداره، این مال پرایده ولی این مال تیباه که یه خورده دقت کنیم شاید بعدها از خسارت‌های اضافه جلوگیری کنیم. با تشکر.